مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با عبدالسلام دهاتی، جواب عینی به مکتوب دهاتی، 24 ماه 7 سال 40 سمرقند. رفیق دهاتی، مکتوب 17 ایول فرستاده‌تان رسید. اینک به جوابهای پرسش‌هایتان می‌درایم. یکم، روز بهرام و رنگ بهرامی. روز بهرام معلوم شماست. رنگ بهرامی رنگ سرخ است. یک معنی بهرام والبهرامن، گل عصفور نام گل سرخ رنگ و یک معنی دیگرش یاقوت است. در این صورت رنگ بهرامی رنگ سرخ می شود. دویم، کلمه مهره از آن چیزهایی که در لغت ها می نویسند زیادتر معنی دارد و در زبان زنده امروزه هست، لیکن از بس که به ترکیب کار فرموده می شود دقت زباندانان را آنقدر به خود جلب نمی کند. چنانچه مهره پشت سربند قبرگاه های آدم و دیگر حیوانات مهره پشتدار است که از بنی گردن تا پایین میان دراز کشیده قبرگاه ها را به هم وصل می دهد. یا اینکه مهره کلند، مهره تیشه و مانند اینها که در زبان زنده به شکل موره کار فرموده می شود. اینچنین دانه های تخته شطرنج، ششکه و نرد هم مهره اند. تخته بازی را مهره رانی و مهره بازی هم می گویند. مجازاً حتی در زبان زنده هم مهره بازی را به معنای هیلگری هم کار می فرمایند. در معنی دانه نرد و تخته بودن مهره طغرل می گوید: مهره نردی بساط شعر موزونی مرا هر کسی با قدر دانش دانرانی می کند. و در جواب همین بیت طغرل حیرت می گوید: کشت و مات چند دیدم زان که خود فرموده ای هر کسی با قدر دانش دانرانی می کند. در صحافی قدیمی بخارا مانند پیچت دستدراز روسی یک اسباب بود که در طرف نوکش عقیق سفته یا یگان سنگ شفاف دیگر می شناندند. همین اسباب را هم مهره می گفتند. با وی کاغذهای دغل یا پخوک را سفته می کردند و آن گونه کاغذ را کاغذ مهر زده و اگر کاغذ از کارخانه همین طور شفاف بیاید وی را کاغذ مهردار می گفتند. اکنون آمدیم به معنی بیتی که گفته شده است: شاه با خصم خیش بازی کرد، مهره پنهان و مهره بازی کرد. در این بیت مهره به معنای دانه تخته و نرد، مهره بازی هم به معنای تخته بازی و هم به معنای هیلگری کار فرموده شده است. خلاصه این معنی بیت شاه خصم خود را فریب داد گفتن است. مهره مار پوست مار است. مار عادتاً سال یک بار پوست می پرتاید. در وقت پوست پرتایی خودش با پوست نوی خود از درون پوست کهنه‌اش برآمده می رود و پوست همچنان به شکل مار زنده جابجا می ماند. مهره مار یک چیزی قیمت بهاست. آدمان وی را در بیابانها کافته می گردند. در این بیت شاه جستند و غار می دیدند، مهره در مغز مار می دیدند. شاعر شاه را از جهت پرقیمتیش به مهره مار و غار را به مار مانند کرده است و تعجب کنان گویا گفته است که جویندگان مهره مار وی را از روی مار می جستند، اما جویندگان این مهره
شاه او را در مغز مار در درون غار می دیدند. شاعر در اینجا ضمناً دشواری جستن شاه را نسبت به جستن مهره مار نیز استفاده کرده است، چون که اگر مهره مار را از پشت مار از طرف روی وی جویند، این مهره را شاه را باید از مغز مار جست. در این صورت عجب نیست جویندگان را مار زهر زده کشد. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. انجوم چرخ را مزاج شناس، طبعها را به هم گرفته قیاس، در طبایع تمام یافته دست، راه ریحانی آوریده به دست. در این بیت مقصد از مزاج شناس قوه آفرینش است. نظر به عقیده حکمای پیشین، ستارگان هم در آفرینش، در نیکی و بدی چیزی آفریده شده، در خوشروی و بدرویی او تأثیر دارند. مقصد از طبعها و طبایع طبیعت بسیطه، نظر به عقیده حکمای پیشین است که عبارت از یک، آب، دو، باد، سیوم، آتش و چهارم خاک است. گویا همه ای چیزها از همین چهار عنصر از طبایع بسیطه به سبب با هم امتزاج یافتن آنها، یعنی آمیزش کیمیایی که همه آنها شکل ظاهری خود را برهم می‌دهند و مثل یک چیز سومی غیر آن چیزهای اولی می شود پیدا شدند. امتزاج هر قدر خوبتر شود، چیزهای خلق شده هم همان قدر خوبتر، زیباتر و داناتر می شوند. چیز اولی که از امتزاج این طبایع خلق شده است رستنی است. دوم جاندارها، سوم از میان جاندارها جاندارهای هوشیارتر و زیباتر و در آخر امتزاج بسیار معتدل و خوبی آدم است. در این باره شما پارچه را که از دانشنامه به مجموعه ابوعلی سینا گرفتیم خوانید و اگر وی کمی کند قسم طبیعیات دانشنامه را خوانید. راه شراب است. در این مورد حیرت میگوید فرصتی بوسه دلخواه از آن لعل گذار، روح پرور لب او تا 2 قدح راه زند. برای خوشی دل دوستان و یادآوری حیرت مرحوم این بیت را هم می نویسیم که در آن غزل هست: یار را نیست به اغوای تو از من خبره، ای رقیب ای ز خدا به خبر ارواح زند. راه ریحانی شراب ریحانی است. اکنون آمدیم به معنی بیت. مزاج شناس ستارگان چه جای مخلوقات زمین، یعنی قوه آفرینش یا که طبیعت به معنای پریروی، طبعها را، خاک و باد و آب و آتش را
به هم قیاس کرده، یعنی از هر کدام به مقداری که لازم است امتزاج دارد طبایع را تمام به دست درآورده، یعنی خاصیت ها و خصلت های آنها را در وقت امتزاج پره از خود کرده راه ریحانی به وجود آورده است. یعنی مانند او یک شراب ریحانی خلق کرده است که مایه عقل، دانش و زیبایی است. سیوم، سیپایه در این خصوص معنی که لغت فارسی روسی داده است درست است. آتشدان سیپایه را تا دیروز در سمرقند هم چیلانگران می ساختند و شترکیان کوچمنچی و کاروانگرد گرفته می بردند، چون که با وی در دشت ها آش پختن آسان است. خردترک این اسباب هم هست که وی را هم سیپایه می گویند و بر روی آتش مانده بر روی وی چاینک می گذارند. در بخارا بسیار بود و من در سمرقند برای خودم سازانده گرفته بودم. اما اینها یک قسم معنی این کلمه هستند. چراغ پایه قدیمی چراغ سیاه‌گذاری را هم سیپایه، کوتاه کرده شده سیپایه می نامند. چراغ پایه دو خیل است. یکی آن که من در یک تیم تصویر کردم، دیگرش در زیر به جای تخته پهن 3 پای داشت که در زمین ناهموار هم راست می ایستاد و بر رویش چراغ سیاه می گذاشتند. هرچند در اصل 3 پایه نام همین قسمی چراغ پایه باشد، هم زیر پهنش را هم 3 پایه می گفتند. شکل مدنیتری این اسباب را من پیشتر در زالهای شهرهای اروپایی ساختم دیدم که بر بالای وی لمپه های کلان و بعضا گلدان های کلان را می گذاشتند. اما شهر دادن بیت موقوف به دانستن بالا و پایان آن بیت است. از بس که صحیفه یا موردش را نشان ندادید، من با ورق زنی یافته نتوانستم. موافق آمد سخن 2 نوع شهر دادن ممکن است. کدامش بر رفت سخن موافق آید؟ یکم، شاه تا شب 3 پایه نمی زد، یعنی چراغ نمی گیرانید، از سایه خود می ترسید. دویم، تا شب 3 پایه خود را نمی زد، چراغ نمی گیراند، یعنی تا ماه نمی برآمد یا که آفتاب نمی برآمد شاه می ترسید. در شرح یکم 3 پایه چراغ پایه عادی بوده فاعل شاه است و معنی شب در شب می شود که ظرف می افتد. در شرح دوم مقصد از 3 پایه مجازاً ماه یا آفتاب بوده فاعل شب می افتد و شاه صاحب صفت ترسان می شود. هر دو در دوش پشته ها بسته می شوند از گرانی آهسته. پشته غیر از معنی های معلومش به معنای یک توپ چیزه که به پشت گرفته کشانند هم می آید. این کلمه را تاجیکان کوهی به شکل پشتاره به کار می برند. من در آب حیات در وقت از وادی به سر کوه خاک و تخم کشاندن سنگین همین شکل را کار فرمودم. پشت آره، پشت آره یعنی به پشت گرفته آورده شده گفتنی است، یعنی به پشت گرفته آورده شدنی گفتن است. در بخارا و صحراهای وی به شکل پشته کار می فرمایند. مثلا می گویند فلانی هر روز از صحرا 1 پشته هیزم آورده به شهر فروخته با همین زندگی می کند. من از یابان امروز 5 پشته خار زدم. به جای 2-3 بند علف درویده بسیار می گویند 1 پشته علف درویده بیار. به گمانم با همین معنی بیت روشن شد. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد.
عمری عینی از برای خلق صرفی خامه شد. خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامه شد. خلقی ما را دفتری عینی شهادت